Pump.fun یکی از ارز دیجیتالی که توی این چند وقت گذشته همه دیدید که چه رشد فوق‌العاده‌ای رو اومد تجربه کرد. امروز خیلی می‌خوایم دقیق بررسیش بکنیم، ببینیم که اصلا بازم این پامپ میتونه ادامه دار باشه. یه 300-400% رشد رو دوباره میتونیم از Pump.fun داشته باشیم. تارگت $1 رو برای این ارز دیجیتال خیلی زودتر از میتونیم بگیم یه سری از کوین ها که حتی دوج کوین باشه در نظر گرفته. یعنی توی توییتر که شما میرید نگاه میکنید اکثرا انتظاراتشون بر این هستش که یک ورود پول بسیار فوق العاده برای شکل بگیره. حالا چند تا نکته که هستش به $1 برسه چه اتفاقی میفته، کجا قرار میگیره توی اون تایم و از لحاظ حالا تکنیکالی که داره. ببین الان کل کوین هاش 1 تریلیون تا ازش وجود داره، 1 تریلیون تا پامپ وجود داره از این کوین توکن داخل بازار مارکت هستش. رو شبکه سولانا هم هستش، این خودش مزیتی برش حساب میشه. یعنی از اون ور اگر سولانا یه حرکتای فوق‌العاده‌ای رو بیاد داشته باشه، این از این ور یه جهش خوبی رو میاد تجربه میکنه. چون که 1 تریلیون تا هستش، توتال سپلای مکس سپلای مشخصه، گردشش رو ببین. من از این کوینا دوست دارم، بچه‌ها میدونن چطوری یعنی این کوینا. اونایی که داخل بازار مثلا مکس سپلای یه عددی داره تو گردشش خیلی پایینه. این چه معنی داره گردش پایینه؟ معنیش اینه ببین یه تعداد خیلی زیادی از اون کوینه دست هولدرها هستش، دست یه شخص خیلی بزرگ هستش. خب یعنی الان از این 1 تریلیون تا 354 میلیارد تاش میتونیم بگیم بیرونه تو گردش داره میچرخه اینجوری. بقیهش دست یا فاندر است یا یه جایی اومده قفل شده. خوبه. چرا خوبه؟ چون اکثر پول دیگه رو این 354 تای نیستش. شاید خودشون مثلا 100 میلیارد تا داشته باشن، 200 میلیارد تا کوینه تو دست مثلا مردمه داره هستش، هولدرها هستش. بقیهش کجاست؟ بقیهشون دستشون هستش. اینا میان اینو وارد مارکت میکنن. چطوری میکنه؟ همینجوری الکی نیستش ها. وقتی که اون کوینه میاد یک رشدی رو تجربه میکنه، افزایشی رو تجربه میکنه، اینا میان وارد مارکت میکنن. پس 1 تریلیون تا اینجا در گردشش میشه 300 مثلا 80 تا 400 تا 500 تا میرسه به 50 تا 50%. به 50% جا داره که این اتفاق بیفته. تا اون موقع ما آماده یک رشد دیگه از این Pump.fun میتونیم باشیم. یکی موضوع هستش. دومین موضوع توی برگشت بیت کوینه. چرا داریم تحلیل میکنی؟ ببین نمودار بیت کوین رو داری نگاه میکنی، تو داری میبینی که بیت کوین یک گام بسیار بزرگی برگشته، یه شکست خیلی فوق العاده ای روی بیت کوین داشته. این شکسته با موفقیت انجام شده. ویدیوی بیت کوین رو دارم آماده میکنم براتون، مواظب باشید و نگاه کنید که اعلان کانال پس تریدر روشن باشه. این روزا مهمه تحلیل ها که باید با هم دیگه بشینیم. امروز شاید خیلی تحلیل زیادی بریم و یه دونه هم زیکش رو قراره با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم که بخریم ازش نخریم. زیکش هم اینجاست. ببین 50% توی افروز گذشته 150% قیمتش اومده جامپ کرد، اصلا فوق العاده بوده. و Pump.fun چون که 30% بوده، نسبت به اینکه خودش رو بتونه برسه به رنک های مثلا بالاتر، رنک 21 20 اینا، جا داره این اتفاقی بیفته. چون داخل کوین ها نیاز یه دونه پروژه باشه که تو حوزه های پامپ داره کار میکنه. حالا جالبیش اینجا یه سری نمیدونن، یه بار من توضیح داده بودم این کوین Pump.fun کلا ارزهای دیجیتالی که برای پامپ ساخته میشن این میاد مثلا ساخته میشه. مثلا این کوین شاید مثلا داخل بازار شما روش کلیک میکنی، یه کوینیه که تازه ساخته شده و ریجکت دول بزنیم، این کوین مثلا شاید یه هفته ساخته شده خب داخل مارکت و بالا پایین میکنه. اینجا هم حالا مثلا حجم خریدش، کلا اسکمرها اینجا هستن، کلاهبرداری اینجا هستن و این سایت ساخته شده برای اینکه همین جوری یک جهش بسیار فوق‌العاده‌ای رو داشته باشه، یه افزایش بسیار خوب رو بیاد تجربه کنه و به خاطر همین جذاب هستش برای سرمایه‌گذاری کردن. پس یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگهش بیت کوینه که اینو می‌خواستم توضیح بدم بهتون که با دقت اینجا رو گوش کن، قرار ترید کنیم. یه نکته جالبم بگم کسایی شاید ندونن. بچه‌ها صبح دیروز ما یه پوزیشن سیگنال باز کردیم روی اتریوم. اینجا چند باری هم تاکید کردم بازش کن، رفت تارگت خورد. نوش جونتون دیگه. اینو من پاک میکنم چون میریم سراغ سیگنال‌های دیگه که یکیش روی ارز دیجیتال MNT تقریبا هستش. حالا اونایی که ندارنش توی کانال VIP اعضا همشون در جریان هستن. اما راجع به این صحبت، ببین این گامی که از اینجا تا اینجا برداشت تایم فریم مثلا روزانه اتریوم، بیا با پامپ بررسیش کن، مقایسهش کن، ببینم چی میگم بهت.
این رشته مثلا ببین این از اینجا تا اینجا یه چیزی حدود 40% اومده بالا. اتریوم خیلی کمتر بوده. خب اتریوم خیلی کمتر بوده. این درصد 40% نیستش، 13-14%. هم میای بررسی میکنی همکاراشو، خب میبینی که بین کوین ها، ببین من رفرش رو میزنم با دقت کامل اینجا رو ببین، توی 7 روز گذشته 10%، 10، 18، یه 18 مثلا سیارو داشته، خب کرونوس داشته، پایینتر یه دونه آپتوس داشته. آپتوس رو تحلیل رفتم بهتون گفتم این کوین جذاب، حواستون باشه بهش. دلیلش این بود که تریدرها اصلا باید شکار کنن این موضوع رو. حالا یه سری کوین ها مثل MNT رو من سیگنال خرید دادم، MNT رو روی قیمت $1.20 سیگنال خرید دادیم، الان $1.96. کسایی که ندارنش حتما تو کیف پولاشون MNT رو داشته باشن، حواسشون هم به MNT باشه چون خیلی منفجریه ها، یعنی اصلا انفجار توی لبه این هستش که بیاد یه جهیزی رو. اما پامپ.فان اگر بیای نگاه کنیم بین کوینا یه 30% اومده بالا، پس یه خبرایی بوده که یه 30% اومده. من حجماش هم که باز میکنم مثلا یه نگاه بکنم به حجماش، هیچ تغییر خاصی درسته نکرده، اما چون روندش سعودیه، تکنیکالیش سعودیه. ببین دارم چی میگم، تکنیکالی داریم تریدش میکنیم و خبراشو بذار کنار، اصلا سایتشو بذار کنار، کاری با سایتش نداره، اما تکنیکالیش و مزیتش سعودیه و بسیار فوق العاده هستش، جهشی هستش. خب میتونه یه جهش بسیار خوب داشته باشه. ببین کف داریم، کف بالاتر، دقت کن اینجا این کف شکسته بشود یعنی ریزش، شکسته شده ولی سریع برگشته به سمت بالا. این تیکر رو به همون زده، یعنی یک علامت تیکزاری من اینجا دارم از پامپ.فان میبینم که آقا میگه قیمتش میتونه یک جهش خوب رو داشته باشه. برگشت پامپ.فان به این محدوده ها، به این سطحی که الان اینجا دارید نگاه میکنید رو حوالی مثلا این اتریوم، خب در حال حاضر نمودار اتریوم، میریم سراغ همینو میخوام پیاده بکنم روی نمودار پامپ.فانه. این نمودار اتریوم دقت کن، برگشتش به این سطحی که داری میبینی خب باعث میشه که قیمت دیگه بگه آقا تمومه، اینجا استاپا رو زده، آماده جهش به سمت بالا هستش. اما پامپ.فان رو ببینی چه اتفاقی میتونه تو نمودارش بیفته، شبیه به هم دیگه. پامپ.فانه الان تو اول مسیر خودشه، یعنی چی؟ یه پامپی کرده، یه ریزشی کرده، کفر رو ساخته، آماده این هستش که بره یه سقف دیگه رو بسازه. اگر پیچ کوین خبری نیاد، اینو حواستون باشه، خبری نیاد، آماده اینه که بره مثلا یه جهشایی بزنه، یه سقفی اینجا بیاد بسازه و بعد حالا بیاد بریزه، اگر ریزشی میخواد داشته باشه از اینجا بخواد بریزه به سمت پایین. من فیبوش هم اومدم تست کردم، جالبه، فیبوش هم اومدم تست کردم، فیبوشو که انداختم از 618 برگشت، از یه جایی برگشته که اصلا دیگه نگم براتون که چقدر فوق العاده خوب تونسته ریترسمنت اتفاق بیفته، برگشته اتفاق بیفته. پس از همه لحاظ، از همه جهت پامپ.فانه الان جذابه برای اینکه یه نگاهی داشته باشیم و یه سرمایه‌گذاری خیلی کوچولویی ازش انجام بدیم. اما تریدرها باید چیکار بکنن؟ تو تایم فریم 4 ساعته برای تریدرها ببینید چی دارم. ما در مسیر رشد، خب تریدرها حواسشون باشه، در مسیر رشد اصلاح که داریم، اولین تارگتی که برای پامپ.فان در نظر گرفته میشه برای یه تایم کوتاه مدت، اولیش به محدوده های سقف خودشه، نزدیکی های سقفشه. تارگت بلند مدتش که حالا $1 میگم بهش میشه، اگر $1 بشه کششو داره یا نه؟ کشش خیلی مهمه، چون الان قیمت مثلا 2.07، این 2 برابر بشه یه سنت رد میکنه، مارکت کپ میشه تقریبا 5 میلیارد تا. 2 برابر بشه تقریبا مارکت کپش اگر به $50 میلیارد برسه، خب این نزدیک $1 شده. ولی چون $50 میلیارد عدد خیلی گنده‌ای هستش، یه مقدار دور از ذهنه، یعنی عددهای $1 میشه، $1 میشه، این آره در تایم خیلی خیلی بلند مدت بیت کوین بشه مثلا 10 تریلیون تا، آره این اتفاق میفته. اما تارگت مثلا 2-3-4 برابر، یعنی 3-4 برابر رو اول 2-3-4 برابر سقفیه که میشه براش در نظر، یعنی از این قیمتی که داری نگاه میکنی تقریبا 2.07، خب قیمت آماده این هستش تا خودش رو به 4 برابر، یعنی یه رشد 400% تقریبا میشه. یعنی اگر
بیاد یه رشدی داشته باشه میشه 400%، یعنی برسه به قیمت‌های 3.5 سنت این محدودا. از دورم نمودارش رو بخوای نگاه کنی، چون یک گام بسیار خوبی برداشتیم، ریختیم، سریع رشد کردیم و بخش زیادی رو از این موج رو تونستیم پس بگیریم. موج هم خیلی مهمه ها، یعنی تکنیکالی تو باید همه چی رو بنویسی و بررسی بکنی. ببین ما از اینجا ریزش کردیم دیگه، از این نوکش ریزشی بودیم تا این کفی که اینجا وجود داره برای ما. ببین 618 از درست 618 قیمت برگشته. اما تریدر چطوری میتونه بگیره داشت؟ پس تارگت بلند مدتش عدد 3.5 سنته که میشه تقریبا 500% رشد. و اما ترید چطوری میتونیم انجام بدیم؟ تایم فریم 1 ساعت است که اگر بتونه آخرین موج ریزشیش رو پس بگیره، چون بالای کموی سعودی خودمون هستیم، اینم آخرین موج کندلی بزرگش هستش که میفته اینجا، تو میتونی اینجا یه پوزیشن خوبی براش باز بکنی. یعنی با این حد ضرر 5% و با حد سود تارگت بالای مثلا در نظر بگیری 10%، میتونی زیر نظرش بگیری یه پوزیشن اینجاها. ببین اینجا تقریبا یه پوزیشنی با آر به آر بسیار فوق العاده ای میتونیم بگیم برای پامپ دات فانه میشه در نظر گرفت. یعنی یک کوین جذابی که توی مارکت همه دارن راجبش صحبت میکنن، سر و صدا کرده. همیشه یه نکته بگم از یه سری از ارزها، مثلا پپه رو مثال بزنم بهتون. پپه ارز دیجیتالی که یه بار پامپ کرد، سر و صدا کرد، بعد از اینکه پامپش خوابید یه مدتی استراحت کرد، دوباره یه سر و صدای دیگه هم کرد. خب پپه یعنی این براش اتفاق افتاد. شما میری نمودار کل ارز دیجیتال پپه رو نگاه میکنی توی تایم فریم روزانه، مثالش رو میخوام بچسبونم به ارز دیجیتال. ببین از اینجا اومد رنج شد، اینجوری یه جامپ کرد، دوباره رنج شد، یه سر و صدای دیگه کرد. یعنی سر و صداش اصولا 2 بار بود، اولین بار سر و صدا، دومین بار سر و صدا و الان رنج تو مارکت. و پامپ دات فانه خب یه بار سر و صدا کرده، یعنی چند باری نبوده، یک بار سر و صداش اینجا بوده که آروم آروم رشد کرده و الان آماده اینه که یه سر و صدای دیگه بیاد داخل مارکت انجام بده. همه چی بستگی داره به بیت کوین ها، حواستون باشه. یعنی بیت کوین اگر یه خبر منفی بیاد ممکنه همه سناریو تغییر کنه. به خاطر همین میگم که ساب داشته باش، سابسکرایب داشته باش، فالو داشته باش، دنبال بکن. پامپ دات فان جذاب، نگهش دار اگر داری، و اگر نداری ریسک پذیر هستی بخر. این حرف آخر و جمله آخرم. منتظر ویدیوی بعدی باشید. از MNT میخوام کسایی که MNT ندارن اینو برن بخرن. حالا توی آخر ویدیو گذاشتم بگم بهتون. دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی فعلا ارادت، خدا نگهدار.